همه سایت‌ها یه ویژگی مشترک دارن، اما هر کدومشون برای هدف خاصی طراحی میشن. اگه ندونی هر کسب و کاری به چه نوع سایتی نیاز داره، حتما به مشکل میخوری. علاوه بر شناخت انواع سایت، باید نکات طراحی هر مدل سایت رو هم بدونی که تا انتهای این ویدیو یاد میگیری. سلام، خوش اومدید به چنل یوتیوب ویژوال وب استودیو. تو این چنل قراره 0 تا 100 مسیر طراح سایت شدن و رسیدن به کسب درآمد از این مهارت رو بهتون آموزش بدیم. همینجور که تو ویدیوهای قبلیمون چنل رو معرفی کردیم، گفتیم که این چنل 2 تا پلیلیست مستقل و کاملا موازی با همدیگه داره که مکمل همدیگن. پلیلیست اولش آموزش‌های تکنیکالی و مهارت‌های فنی طراحی سایت تا شما رو تبدیل به یک متخصص و طراح سایت بکنه. تو پلیلیست دوممون که قراره به زودی منتشر بکنیم، آموزش‌های منتالی و مهارت‌های نرم رو داریم که بهتون یاد میده چطوری سریع‌تر پیشرفت کنید، با کارفرما ارتباط بگیرید و بتونید این مسیر رو بدون دغدغه و مشکل پشت سر بذارید. جلسه اول این پلیلیستمون مرتبط میشه با شناخت انواع سایت‌ها و نکاتی که طراحی هر مدل سایت باید در نظر بگیرید. من سحر امینی هستم و تا انتهای آموزش با من همراه باشید. اولین سوالی که شاید براتون به وجود بیاد اینه که طراحی سایت چیه؟ به فرایند راه اندازی صفحات مختلف توی بستر وب که حالا یا با کدنویسی یا بدون کدنویسی انجام میشه طراحی سایت میگن، که بخش‌های مختلفی مثل چیدمان صفحات، آپلود محتوای متنی، تصویری، صوتی و غیره رو در بر میگیره. ما باید یه چیزی رو راجع به سایت ها بدونیم که سایت ها 2 تا بخش اساسی دارن. بخش فرانت اند که در واقع ظاهر سایت میشه با HTML، CSS، JavaScript پیاده سازی کرد و بخش بک اند که باطن سایت در واقع استراکچر اصلی سایته که با PHP، جاوا و رادی میشه اینو طراحی کرد. ولی ما توی این چنل و این پلیلیست اساسا میریم سراغ وردپرس و کمی استفاده از کدنویسا. اینو بدونین که برای اینکه خیلی حرفه‌ای سایت طراحی کنید باید آیتم‌های بیشتری رو بلد باشین که ما در ادامه، یعنی در آینده خیلی نزدیک، همه اینا رو بهتون آموزش میدیم. طراحی سایت با وردپرس چه خاصیتی داره؟ ببینید یه سیستم مدیریت محتوای اوپن سورسه و در واقع رایگان که به راحتی میتونیم باهاش سایت طراحی کنیم. با استفاده از پلاگین و تمپلیتایی داره کار ما رو به شدت راحت میکنه که قراره به زودی آموزش کاملش رو همینجا ببینیم. سوال بعدی که وجود میاد اینه که طراح سایت کیه؟ به کسی که مهارت فنی طراحی داره و در کنار مهارت فنیش خلاقیت و اون ذوق هنری رو داره که میتونه یه صفحه رو طراحی کنه تا مشتری و کاربر بتونه راحت نیاز خودش رو برطرف کنه، طراح سایت میگن. ما یه ویدیو داریم در ادامه که قرار راجع به اینکه چه کسایی میتونن طراح سایت بشن و چه کسایی اصلا نباید طراح سایت بشن توضیح بدیم که حتما چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو از دست ندید. اما بریم سراغ بخش اصلی این ویدیو که تو این جلسه میخوایم با انواع سایت ها آشنا بشیم. اولین سایتی که میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم سایت های فروشگاهی هستن. سایت های فروشگاهی باید چه ویژگی هایی داشته باشن و چطوری طراحی بشن؟ بریم روی نمونه واقعی اینو بررسی کنیم. سایت فروشگاهی که ما براتون در نظر گرفتیم سایت ایرانی و معتبر دیجیکالا هستش که هر کسی تقریبا یه بار وارد این سایت شده. سایت های فروشگاهی بخش های مهمی دارن که مهمترینش نشون دادن درست محصولات تو دسته‌بندی مشخص و با استفاده از تصویر و در واقع تیتر درست و اصولی هستش. یعنی اگه شما بهترین محصول هم داشته باشین، عکس خوبی ازش نذارین و عنوان مناسبی براش انتخاب نکنین، احتمال فروش اون محصول خیلی کمه. تو همه سایت ها یه سری تمپلت خاصی رعایت میشه: هدر، هیرو سکشن، لندینگ پیج و در نهایت فوتر که ما همه اینا رو قرار با هم دیگه یاد بگیریم طراحی کنیم. توی سایت های فروشگاهی ما 2 مدل محصول داریم: محصولات دانلودی و محصولات فیزیکی. محصولات فیزیکی که اسمش مشخصه، شما محصول رو میبینید، انتخاب میکنید، پول رو پرداخت میکنید و اون براتون به صورت فیزیکی ارسال میشه. محصولات دانلودی براتون یه لینک ارسال میشه. سایت های فروشگاهی همونطور که گفتیم باید
علاوه بر دسته‌بندی مناسبی که دارن، یه درگاه پرداخت معتبر و امن‌ام داشته باشن تا مشتری خیلی راحت بتونه پرداخت رو انجام بده. جدا از درگاه پرداخت امن، باید یه پنل کاربری مناسب هم داشته باشه که تخفیفات رو اونجا ببینه، سبد خریدش و علاقه‌مندی‌هاش و محصولاتی که تا الان خریده رو هم اونجا ببینه. با توجه به اتفاقات اخیر که آنلاین شاپ‌ها خیلی روی آوردن به طراحی سایت، بهترین موقع یادگیری طراحی سایت برای سایت‌های فروشگاهی الانه. سایت دومی که میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم سایت خدماتی هستش. خدمات پزشکی، زیبایی، تأسیساتی و هر مدل خدماتی که یک انسان ممکنه بهش نیاز داشته باشه. بریم یه نمونه سایت خدماتی رو هم با هم دیگه بررسی کنیم. سایتی که ما براتون در نظر گرفتیم سایت iFixit هستش. این سایت در واقع تعمیر هر مدل محصولاتی رو بهتون آموزش میده. در واقع هر مدل ماشینی رو بهتره بگم. سایت‌های خدماتی مثل سایت‌های پزشکی، سایت سالن زیبایی باید سیستم رزرو و نوبت‌دهی منظم و مشخصی داشته باشن تا تداخل نداشته باشه و همه چی واضح باشه. کسی که داره تایم رزرو میکنه بدونه چه تایمی میاد. سایت‌های تأسیساتی و کلاً سایت‌های خدماتی باید لوکال سئو بشن که توی اون منطقه اگه سرچ شدن بهتر نشون داده بشن. پلاگین‌های تایم و تقویم، فرم تماس جزو بخش‌های مهمه و از همه مهمتر توی سایت‌های خدماتی صفحه ارتباط با ما هستش که باید خیلی خوب و کامل طراحی بشه و بعد از طراحی سئو بشه. این سایت رو همونطور که با هم دیگه بررسی کردیم تعمیرات تمام قطعات رو میذاره. شما میتونید بیاید اینجا اون دیوایستون که مشکل داره رو انتخاب کنید. بعد که وارد شدید مرحله به مرحله تعمیرش رو یاد بگیریم و سایت خیلی خوبیه. توصیه میکنم این سایت هایی که توی این ویدیو معرفی کردیم و حتما یه بارم که شده چک بکنید. سایت بعدی که میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم سایت های شرکتی هستن که شرکت ها و کمپانی های بزرگی امروزه برای خودشون سایت طراحی کردن. ما با همدیگه سایت مایکروسافت رو چک میکنیم. کسایی که ویندوز دارن احتمالاً خیلی زیاد با مایکروسافت درگیرن. سایت مایکروسافت علاوه بر اینکه هر سری دیوایس‌های جدیدش رو معرفی میکنه، یه سری محصولات دانلودی هم داره که حالا یا به صورت رایگان یا پولی به فروش میذاره و در واقع کسایی که از ویندوز استفاده میکنن حتما باید حداقل مایکروسافت آفیس رو از اینجا دانلود بکنن. این هم مثل بقیه سایت ها همون تمپلت هدر، لندینگ و فوتر رو داره که با توجه به نیاز مشتری‌ها و در واقع کلاینت‌های خودش میاد هدر و فوتر رو کاستومایز شده طراحی میکنه. سایت بعدی که میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم سایت آموزشیه. ببینید ما دسته‌بندی‌های خیلی زیادی برای انواع سایت‌ها داریم. ما اینجا معروف ترین هاشو داریم بهتون میگیم. سایت آموزشی‌های خیلی خوبی داخل و خارج از کشور داریم که یکی از معروف تریناش الان با هم دیگه بررسی میکنیم. سایت W3 Schools یکی از بهترین سایت‌ها تو حوزه تکنولوژی و در واقع یاد گرفتن برنامه‌نویسی هستش که به زبان انگلیسیه و دوره‌های رایگان داره. به صورت استپ بای استپ همه چی رو به ما یاد میده. سایت آموزشی باید دوره‌ها و محتویاتش کیفیت بالایی داشته باشه. حتما برای شروع دوره‌های رایگان بذاره، تو پلتفرم‌های مختلف تبلیغ کنه و سابقه مدرس و نمونه کار خیلی توی این مدل سایت‌ها مهمه. همینجور که می‌بینید آیتم‌های مهمی داره، زبان‌های مختلفی رو داره آموزش میده که حتما به نظرم تست کنید و از این سایت آموزش ببینید. دلیل اینکه ما این سایت‌ها رو معرفی کردیم به خاطر معروفیت بالاشونه، وگرنه تو کشور خودمون هم خیلی سایت‌های خوبی داریم که محتوای همشون به همین صورتیه که می‌بینید. آخرین مدل سایتی که می‌خوایم با هم دیگه بررسی کنیم سایت‌های شخصی یا سایت‌های پورتفولیو هستش که برای درست کردن نمونه کار و زندگی شخصی به شدت سایت‌های خوبی هستن و هر کسی میتونه برای خودش یه دونه از این سایت‌ها رو طراحی کنه. این مدل سایت‌ها ویژگی خاصی ندارن و خیلی سلیقه‌ای کاستومایز میشن. شما میتونید داخلش نمونه کاراتون رو بذارید، زندگی نامتون رو بذارید، بیوگرافیتون رو بذارید، مهارتاتون رو بذارید و هر چیزی که فکر میکنید نیاز کارفرما یا بقیه در مورد شما بدونن. یه مدل سایت دیگه هم داریم که بهشون میگن سایت‌های مجله‌ای
که معتبرترین و معروفترینش داخل کشور خودمون سایت دیجیاتو یا سایت زومیت هستش که از دریافت ترافیک و بازدید بالا کسب درآمد میکنن و تبلیغات میکنن. در واقع سرعت و امنیت توی این سایت ها خیلی مهمه. به پایان جلسه اول رسیدیم. تا اینجا ما یاد گرفتیم که انواع اقسام سایت ها رو ببینیم و بدونیم هر سایت چطوری باید طراحی بشه. قبل از اینکه سایت رو طراحی کنیم باید نیاز کارفرمامون رو بشناسیم، مشتریای اون حوزه رو بشناسیم تا بتونیم با بالاترین کیفیت اون سایت رو طراحی کنیم. تو ویدیوی بعدیمون میریم سراغ مسیر طراحی یه سایت حرفه‌ای. پس حتما چنل رو سابسکرایب کنید و ویدیوی بعدی رو از دست ندید. جدا از تمام اینها هم خیلی خوشحال میشیم که ما رو تو سوشال مدیاها دنبال کنید تا هیچ کدوم از آموزش‌ها رو از دست ندین. به زودی زود تبدیل به یه طراح سایت حرفه‌ای بشیم. تو ویدیوی بعدی منتظرتونم.